درسی که از پدر گرفتم. وقتی که نورس بودم یک بگاهی همراه پدرم به تئاتر رفتیم. در نوبت برای بلیط خریدن پیش از ما یک خانواده 3 فرزند، پدر و مادر و 6 کودک تا 12 ساله ایستاده بودند. کودکان دست همدیگر را گرفته پشت پدر و مادرشان قرار داشتند و بین هم با هیجان درباره صحنه‌ای که باید دایر شود گپ می‌زدند. لباسشان کهنه اما تازه و آزاده بود. وقتی که نوبتشان رسید پدر خانواده گفت لطفاً 2 بلیط برای کرانسالان و 6 تای دیگر برای کودکان دهید. بلیط فروش بعدی اندکی سرش را بالا کرد و گفت $20 جناب. ناگهان چهره مرد تغییر یافت و مایوسانه به همسرش نگاه کرد. معلوم بود که او پولی کافی نداشت و نمیدانست که چی کار کند و به کودکانش که دیر باز منتظر وارد شدن به تالار بودند چی گوید. این وقت پدرم از کیسه‌اش یک $20 را بیرون آورد و آن را به زمین پرتافت. سپس خم شده پول را گرفت و به کتف آن مرد دست رساند و گفت ببخشید جناب، پولتان افتیده است، بگیرید. مرد که در حال لطف پدرم را درک کرد اشک در چشمانش حلقه زد و معنیدارانه تشکر گفت. آن لحظه برای آن که نزد فرزندانش خجالت نشود و آنها را ناامید نکند کمک پدرم را قبول نمود. بعد از آن که آنها بلیط گرفتند من و پدرم آهسته از صف جدا شدیم و به خانه برگشتیم. از همان وقت من با داشتن چنین پدر افتخار می‌کردم. آن بیگاه من برای خود از پدرم یک درس بزرگ آدمگری و انسانیت گرفتم.